سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. به پرایس اکشن نت خوش اومدید. با قسمت ششم از دوره آموزشی 0 تا 100 ترید به سبک پرایس اکشن در خدمتتونیم. در دو قسمت قبلی ساختار و روند رو یاد گرفتید و همچنین در قسمت قبلی با توجه به شناخت شکست معتبر یاد گرفتید که چه موقع میشه گفت تغییر ساختار رخ داده. یک موضوع بسیار مهم دیگه درباره ساختار و روند وجود داره که باید بهش توجه کرد و اونم مبحث بررسی ضعف و قدرت موج‌های حرکتی و اصلاحیه که در این قسمت راجبش می‌خوایم صحبت کنیم. اول از هر چیزی به این نکته بدیهی توجه کنید که در هر روند یا ساختاری مسلماً هر چقدر موج‌های حرکتی قوی‌تر و موج‌های اصلاحی ضعیف‌تر باشن، یعنی اون روند یا ساختارمون قوی‌تره و هر چی روند یا ساختارمون قوی‌تر باشه احتمال حفظ و ادامه دار بودنش بیشتره. برای بررسی ضعف و قدرت امواج نشونه‌هایی وجود داره. اولین نشونه بررسی مومنتوم امواجه. مومنتوم یعنی سرعت و شتاب که به دو صورت میشه بررسی بشه. هم میشه مومنتوم رو برای تک تک امواج حرکتی و اصلاحی بررسی کرد و هم میشه مومنتوم کل روند یا کل ساختار رو بررسی کرد. یعنی بررسی تمام امواج حرکتی و اصلاحی یک روند یا ساختار. بررسی مومنتوم تک تک امواج حرکتی و اصلاحی یعنی بررسی شیب هر کدومشون. هر چقدر شیب موجی بیشتر باشه یعنی مومنتوم بهتری داره و قوی تره. پس هر چی شیب موجی به 90 درجه نزدیکتر باشه مومنتوم بهتری داره و قوی تره و هر چقدر این شیب به 0 درجه میل کنه مومنتوم بدتری داره و ضعیف تره. موج‌های با شیب تقریبی بین 30 تا 60 درجه امواج با مومنتوم متوسط به حساب میان که ایدئال ترین شیبی که یک موج میتونه داشته باشه شیب 45 درجه است که مومنتوم خوبی به حساب میاد. پس نکته‌ای که از بررسی مومنتوم تک تک امواج در یک روند یا ساختار مهمه اینه که هرچه موج‌های حرکتی یک روند یا ساختار شیب بیشتری داشته باشن در واقع مومنتوم بهتری دارن و قوی ترن و در مقابل هرچه موج‌های اصلاحی همان روند یا ساختار شیب کمتری داشته باشن در واقع مومنتوم بدتری دارن و ضعیف ترن که در مجموع یعنی روند یا ساختارمون مومنتوم خوبی داره و قدرتمنده و میشه با احتمال بیشتر در جهت ادامه این روند یا ساختار وارد معامله شد. مثلا اگه بخوایم ضعف و قدرت امواج این ساختار صعودی رو بررسی کنیم میبینیم که اولین موج حرکتی شیبی نزدیک به 90 درجه داره که نشون میده خریدارا قدرت خوبی دارن و در مقابلش موج اصلاحی که بعدش تشکیل شده شیبی نزدیک به منفی 30 درجه داره که با توجه به مومنتوم موج حرکتیش مومنتوم ضعیفی به حساب میاد. اگه مومنتوم بقیه موج‌های این ساختار هم دقت کنید به این نتیجه میرسید که قدرت امواج حرکتی بیشتر از امواج اصلاحیه، پس ساختارمون قویه. حالا ببینیم بررسی مومنتوم کل روند یا کل ساختار به چه صورته. اگه در یک روند یا ساختار شیب امواج رو از اولین موج حرکتی تا آخرین موج حرکتی مقایسه کنیم و ببینیم که رفته رفته شیب هر موج حرکتی نسبت به موج حرکتی قبلش کمتر شده و به صورت کلی روند یا ساختارمون داره حالت یو یا هلالی شکل به خودش میگیره یعنی مومنتوم اون روند یا ساختار ضعیف شده. حالا اگه در یک روند یا ساختاری این اتفاق با افزایش رفته رفته شیب موج‌های اصلاحی همزمان بشه میشه با اطمینان بیشتری گفت که مومنتوم اون روند یا ساختار ضعیف شده چون دو عامل در کنار هم داره ضعف اون روند یا ساختار رو نشون میده. مثلا در این ساختار نزولی میبینید که رفته رفته شیب هر موج حرکتی نسبت به موج حرکتی قبلش داره کم میشه و اون حالت یو یا هلالی شکل رو در کل ساختار داریم میبینیم که نشون میده مومنتوم این ساختار ضعیف شده و در نتیجه میشه گفت ساختار ضعیف شده. یا در این ساختار صعودی علاوه بر این که اون حالت یو یا هلالی شکل رو در کل ساختار میبینیم که داره ضعف ساختار رو بهمون میگه، مومنتوم موج‌های اصلاحی هم رفته رفته داره بیشتر میشه که یعنی نه تنها خریدارا دارن از مارکت خارج میشن و فشار خرید کم شده بلکه فروشندگان هم دارن وارد مارکت میشن و فشار فروش رو کم کم دارن ایجاد میکنن. پس با اطمینان بیشتری میتونیم بگیم ساختار صعودی ضعیف شده. دومین نشونه‌ای که میشه باهاش ضعف و قدرت امواج رو بررسی کرد اندازه‌گیری مقدار حرکت امواج. اگه در یک روند یا ساختاری رفته رفته اندازه موج‌های حرکتی کوچیک‌تر بشه نشون دهنده ضعیف شدن اون روند یا ساختار که اگه با افزایش اندازه موج‌های اصلاحی همزمان بشه با احتمال بیشتری میشه ضعیف شدن اون روند یا ساختار رو تایید کرد. اگر هم که اندازه موج‌های حرکتی رفته رفته بزرگتر بشه که یعنی اون روند یا ساختار داره قوی‌تر میشه
که اگه با کاهش رفته رفته اندازه موج‌های اصلاحی همراه بشه، با اطمینان بیشتری میشه گفت اون روند یا ساختار داره قدرت میگیره. مثلا در این ساختار صعودی اندازه هر موج حرکتی نسبت به موج حرکتی قبلش بزرگتر شده که نشون میده ساختارمون داره قوی میشه. یا در این ساختار نزولی علاوه بر این که اندازه هر موج حرکتی نسبت به موج حرکتی قبلش داره کوچیکتر میشه، اندازه هر موج اصلاحی هم نسبت به موج اصلاحی قبلش داره بزرگتر میشه که این دو عامل در کنار هم باعث میشه با اطمینان بیشتری بگیم که این ساختار ضعیف شده. یه نکته علاوه بر این که میشه اندازه همواج رو همونطوری که الان گفتیم با هم مقایسه کرد، میشه به جاش فاصله عمودی انتهای دو موج آخر، یعنی اختلاف انتهای دو موج آخر رو اندازه‌گیری کرد و ضعف یا قدرت رو بررسی کرد. به این صورت که اگه اختلاف انتهای دو موج حرکتی رفته رفته کم بشه، نشون میده که روند یا ساختارمون داره ضعیف میشه. اگه اختلاف انتهای دو موج اصلاحی هم رفته رفته کم بشه، باز به این معنیه که روند یا ساختارمون داره ضعیف میشه. ولی اگه اختلاف انتهای دو موج حرکتی و اختلاف انتهای دو موج اصلاحی رفته رفته افزایش پیدا کنه، نشون میده روند یا ساختارمون داره قوی میشه. مثلا در این ساختار صعودی میبینیم که ساختار رفته رفته ضعیف شده، چون اولا اندازه حرکت هر موج حرکتی نسبت به موج حرکتی قبلش کوتاه‌تر شده و همچنین اندازه حرکت هر موج اصلاحی نسبت به موج اصلاحی قبلش بلندتر شده که نشون میده خریدارا ضعیف‌تر شدن و فروشنده‌ها قوی‌تر، که در مجموع یعنی ساختار صعودیمون داره ضعف از خودش نشون میده و ضعیف شده. دوما طبق نکته‌ای که گفتم، میشه ضعف ساختار صعودی رو اینطوری هم فهمید که فاصله عمودی انتهای دو موج حرکتی آخر که با عدد 2 مشخص شده نسبت به فاصله عمودی انتهای دو موج حرکتی قبلش که با عدد 1 مشخص شده کمتر و کوچیکتر شده. همچنین با مقایسه فاصله عمودی انتهای موج‌های اصلاحی هم میشه دید که فاصله عمودی که با عدد 4 مشخص شده نسبت به فاصله عمودی که با عدد 3 مشخص شده کمتر و کوچیکتر شده. پس ساختار صعودی داره ضعیف میشه، چون نشونه‌ها میگن که خریدارا دارن از بازار خارج و فروشنده‌ها دارن وارد میشن. سومین نشونه‌ای که میشه باهاش ضعف و قدرت امواج رو بررسی کرد، تعداد کندل‌های تشکیل دهنده موجه. هر چقدر موجی اندازه حرکت بیشتری رو با تعداد کندل‌های کمتری طی کنه، یعنی اون موج قدرت بیشتری نسبت به موجی که همون اندازه رو با تعداد کندل‌های بیشتری طی کرده داره. مثلا در این ساختار صعودی موج حرکتی صعودی آخر رو ببینید که با 3 کندل ایجاد شده، در حالی که موج اصلاحیش همون اندازه حرکت رو با 7 کندل برگشته که قدرت موج حرکتی و ضعف موج اصلاحی رو نشون میده. پس احتمال حفظ این ساختار صعودی بیشتره. یا در این ساختار نزولی موج حرکتی نزولی آخر رو میبینیم که با 4 کندل تشکیل شده، ولی موج اصلاحیش نصف همون اندازه رو با 8 کندل برگشته که نشون میده فروشنده‌ها قوی و خریدارا ضعیفن. پس احتمال حفظ و ادامه دار بودن ساختار نزولی بیشتره. فاکتورهای دیگه‌ای هم هستن که علاوه بر این 3 نشونه‌ای که گفتیم فشار خرید و فروش رو نشون بدن و به ما تو بررسی ضعف و قدرت امواج کمک کنن. از مهمترین اونا میشه به این موارد اشاره کرد: تعداد کندل‌های همجهت با روند یا ساختار. اگه در موج حرکتی ساختاری صعودی تعداد کندل‌های صعودی نسبت به تعداد کندل‌های نزولی بیشتر باشه، یعنی فشار خرید داریم و ساختار صعودیمون قویه. و برای ساختار نزولی هم برعکس، یعنی اگه در موج حرکتی ساختاری نزولی تعداد کندل‌های نزولی بیشتر از تعداد کندل‌های صعودی باشه، یعنی فشار فروش داریم و ساختار نزولیمون قویه. مثلا تو این شکل موج‌های حرکتی صعودی رو که مشخص شده ببینید، واضحه که تعداد کندل‌های صعودی در این موج‌ها بیشتر از تعداد کندل‌های نزولیه که این مسئله فشار خرید رو نشون میده. یا حتی در موج‌های حرکتی نزولی که مشخص شده، واضحه که تعداد کندل‌های نزولی در این موج‌ها بیشتر از تعداد کندل‌های صعودیه و فشار فروش رو می‌بینیم. دومین فاکتور تشکیل کندل‌های همجهت با روند یا ساختار پشت سر همه. اگه در موج حرکتی یک ساختار صعودی کندل‌های صعودی پشت سر هم تشکیل بشن، نشون از فشار خرید و قدرت ساختار صعودیه. همچنین اگه در موج حرکتی ساختاری صعودی تعداد کندل‌های نزولی پشت سر هم کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه، هم نشون از فشار خرید و قدرت ساختار صعودیه. مثلا در این شکل در موج‌های حرکتی صعودی می‌بینید که کندل‌های صعودی پشت سر هم تشکیل شدن که فشار خرید رو نشون میده. یا اگه موج‌های حرکتی نزولی رو دقت کنید، همین مسئله رو می‌بینید که فشار فروش رو نشون میده. سومین فاکتور هم تشکیل کندل‌های همجهت با روند یا ساختار با بدنه خوبه. اگه در موج حرکتی یک ساختار صعودی
بدنه کندل‌های صعودی بزرگتر از بدنه کندل‌های نزولی باشه یا ترند بارهای صعودی داشته باشیم و در مقابل ترند بارهای نزولی نداشته باشیم هم نشون میده که فشار خرید داریم و ساختار صعودیمون قویه. مثلا در این شکل موج‌های حرکتی صعودی که مشخص کردیم رو ببینید. در هر موج بدنه کندل‌های صعودی نسبت به بدنه کندل‌های نزولی خیلی بهتره که فشار خرید رو نشون میده. فاکتور چهارم، بدنه کندل‌های همجهت با روند یا ساختار رفته رفته بزرگتر شوند. اگه در موج حرکتی یک ساختار صعودی بدنه کندل‌های صعودی رفته رفته بزرگتر بشه و همچنین بدنه کندل‌های نزولی رفته رفته کوچیک‌تر بشه هم نشون از فشار خرید و قدرت ساختار صعودیه. مثلا در این شکل می‌بینید که در موج‌های حرکتی صعودی بدنه کندل‌های صعودی رفته رفته بزرگتر شدن که نشون از فشار خریده. فاکتور پنجم روند کندلی همجهت با روند یا ساختار. اگه در موج حرکتی یک ساختار صعودی روند کندلی یا همون روند کندل به کندل صعودی باشه نشون از قدرت اون ساختار صعودیه. دقت کنید که گفتم روند کندلی، یعنی همون جوری که در قسمت 4 دوره آموزشی توضیح داده بودم. اگه نمیدونی روند کندلی یا روند کندل به کندل چیه، پیشنهاد میکنم حتما قسمت 4 رو ببینی تا دچار اشتباه نشی. به عنوان مثال این موج حرکتی صعودی رو ببینید. روند کندلی هم در این موج صعودیه، به این شکل که لوح هر کندل بالاتر از لوح کندل قبلش ایجاد شده که این رفتار در موج حرکتی صعودی نشون از فشار خریده. در موج حرکتی صعودی بعدی هم به همین شکل، یعنی روند کندلی صعودی داره که نشون میده فشار خرید وجود داره. حتی موج حرکتی صعودی بعدیش هم همینطور. این موج تا جایی که روند کندلی نزولی بشه ادامه داره. در این موج حرکتی صعودی هم روند کندلی صعودی رو می‌بینیم، اما مثل 3 موج قبلی این روند پیوسته نیست. به این شکل که 2 بار روند کندلی صعودی شکل گرفته. در این موج حرکتی نزولی هم روند کندلی نزولی داریم که پیوسته نیست، ولی در هر حال فشار فروش رو نشون میده. می‌دونیم که در روند کندلی نزولی های هر کندل پایین‌تر از های کندل قبلش ایجاد میشه و لوئرهای تشکیل میشه. ششمین فاکتور هم وجود پینبار تایید کننده روند یا ساختاره. اگه در موج حرکتی ساختاری صعودی شادوی کندل از سمت پایین باشن نشون از فشار خرید و قدرت ساختار صعودیه که اگه پینبار باشن از اعتبار بیشتری برخورداره. یعنی اگه پینباری داشته باشیم که شادوش از سمت پایین باشه و بدنش در قسمت بالا باشه بهتره. مثلا در این شکل که ساختاری صعودی داریم، این موج حرکتی صعودی رو ببینید که شادوی کندلاش پایینه و در واقع پینبارهایی که فشار خرید رو نشون میدن داخل موج حرکتی صعودیه. یا در این موج حرکتی صعودی میبینید که در ابتدای موج 2 پینباری که شادوشون پایینه قرار دارن که فشار خرید رو نشون میدن. به کندل‌هایی که اندازه سایه یا شادوش بزرگتر از بدنش باشه پینبار میگیم که هر چقدر اندازه شادو نسبت به بدنه بزرگتر باشه و هر چقدر بدنه کوچیک‌تر باشه یعنی پینبار بهتری داریم. این پینبارها فشار خرید رو نشون میدن که به ترتیب قدرتشون از سمت چپ به راست کم میشه. یعنی اولین پینبار از سمت چپ بیشترین قدرت و فشار خرید رو نشون میده و آخرین پینبار هم کمترین قدرت و فشار خرید رو. این پینبارها هم فشار فروش رو نشون میدن که از سمت چپ به راست قدرتشون کم میشه. این پینبار که بهش داجی هم میگن بلا تکلیفی و برابری فشار خرید و فروش رو نشون میده. پس 3 نشونه مهمی که در پرایس اکشن به ما قدرت یا ضعف امواج رو در روند یا ساختاری نشون میدن رو بررسی کردیم و فاکتورهایی که میتونن تو این زمینه کمک کننده باشن هم گفتیم. ضمناً 2 موردی که ضعف یا قدرت به صورت کندلی یعنی کندل به کندل رو باهاشون میشه بررسی کرد هم گفتیم. یکی از این 2 مورد رو در قسمت قبلی معرفی کردیم که ترند بار بود. ترند بار صعودی نشون از قدرت روند یا ساختار صعودیه و ترند بار نزولی هم نشون از فشار فروش و قدرت روند یا ساختار نزولیه. دومین مورد هم در همین قسمت معرفی کردیم که پینبار بود. اگه پینبار رو به صورت فرکتال بررسی کنیم متوجه میشیم که چرا نشون از قدرته. جلوتر روی چارت مثالش نشون میدم تا متوجه منظورم بشید. هر چیزی که لازم بود از مبحث ضعف و قدرت بدونید رو در این جلسه بررسی کردیم. وقتشه که بریم روی چارت تا مثالاشو ببینیم. برای مثال چارت طلا تایم فریم 1 ساعته رو بررسی میکنیم. قبل از شروع بگم که میتونید ابزارهای مورد نظرتون رو با انتخاب ستاره کنارش جزو فیوریتاتون قرار بدید که در حالت فول اسکرین راحت ازشون استفاده کنید. این 2 تا ابزار پرایس رنج و دیتم پرایس رنج برای اندازه‌گیری مقدار حرکت. این خطکش هم البته همون کار رو برامون انجام میده. مثلا این موج 99 پیپ رو در 4 ساعت با 4 کندل طی کرده یا 0.5% در 4 ساعت رشد کرده. از این قسمت شروع میکنیم و میریم جلو. ابتدای آخرین موج ساختاری نزولی رو مشخص میکنم.
مشخصه که شکست معتبر داریم، پس تغییر ساختار رخ داده. موجهای حرکتی رو با رنگ آبی مشخص میکنن و موجهای اصلاحی رو با رنگ قرمز. از لحاظ مومنتوم شیب موجها تقریبا برابره. اگه تعداد کندل هم بشماریم میبینیم که هر دو موج با 8 کندل اندازه حرکت برابری رو طی کردن. پس تا اینجا برابری قدرت خریداران و فروشندگان رو میبینیم. اما از اون 6 موردهایی که گفتیم اگه کمک بگیریم میبینیم که بدنه کندل‌های صعودی بهتر از کندل‌های نزولیه و از اون مهمتر این پینبار و این شادو بلندی که از پایین ایجاد شده که فشار خرید رو نشون میده. موج حرکتی بعدی هم شیب خوبی داره که نسبت به شیب موج حرکتی قبلش بهتره، پس قدرت صعود رو نشون میده. و موج اصلاحی اون رو ببینید، از لحاظ اندازه حرکت نسبت به موج اصلاحی قبلش خیلی کوچیک‌تر شده که باز هم نشون میده فشار خرید بیشتره و قدرت دست خریدارانه. موج حرکتی و اصلاحی بعدی رو مشخص میکنم. موج اصلاحی رو ببینید، پینبارهایی که فشار خرید رو نشون میدن رو دقت کنید. قدرت موج حرکتی بعدی هم از لحاظ مومنتوم هم از لحاظ اندازه حرکت نسبت به موج قبلش مشخصه. فاکتورهای کمکی دیگه هم مشخصه، مثل روند کندلی صعودی، تشکیل کندل‌های با بدنه خوب و پشت سر هم. همینطور ضعف موج اصلاحیش هم مشخصه، هم اندازش همین که پینباری تشکیل شده که فشار خرید رو نشون میده. موج حرکتی بعدی اما ضعیفه. اینجا نکته داره، دقت کنید. میبینید با اینکه قدرت موج اصلاحی خیلی بیشتر از موج حرکتیه، اما تا وقتی که ابتدای موج حرکتی به صورت معتبر نشکنه نمیشه تصمیم گیری کرد و میبینید که شکست نامعتبر رخ میده و ساختار صعودی ادامه پیدا میکنه. نکتهش همین بود که صرفاً بر اساس قدرت بیشتر موج اصلاحی نمیشه گفت که قرار ساختار عوض بشه. اگه دیدیم تغییر ساختاری که رخ داده همراه بوده با قدرت، اون وقته که در جهت ساختار و قدرت تصمیم گیری میکنه. موجهای حرکتی و اصلاحی بعدی هم میکشم که تمام فاکتورهایی که گفتیم رو میشه براشون بررسی کرد. اگه مومنتوم کل این ساختار صعودی رو هم بررسی کنیم، میتونیم اون حالت یو یا هلالی رو ببینیم که ضعف ساختار صعودی رو نشون میده. در نهایت با تشکیل این موج نزولی که ابتدای آخرین موج حرکتی ساختاری صعودی رو معتبر میشکنه، ساختار نزولی میشه و این موج میشه اولین موج حرکتی ساختاری نزولی. قدرتش هم که مشخصه، هم مومنتوم خیلی خوبی داره، هم اندازه حرکت قابل توجهی داره و هم این مقدار حرکت رو با تعداد کندل‌های کمی طی کرده که همگی نشون میده موج نزولی قدرتمنده. کل این روند صعودی میشه موج اصلاحی ساختار نزولیمون. پس اگه قدرت موج حرکتی و اصلاحی رو مقایسه کنیم، مشخصه که موج اصلاحی ضعیف‌تره، چون مومنتوم ضعیف‌تری داره، اندازه حرکت کمتری داره و اون اندازه حرکت رو با این همه کندل طی کرده. پس احتمال حفظ ساختار نزولی بیشتره. چون علاوه بر این که ساختار نزولیه، قدرت هم در جهت نزوله. موجهای حرکتی و اصلاحی بعدی هم مشخص میکنن. مومنتوم و اندازه حرکت و تعداد کندل و اون 6 مورد کمکی رو میتونید بررسی کنید. این قسمت رو ببینید، قدرت موجهای حرکتی و اصلاحی برابرن که باعث شده تریدینگ رنج داشته باشیم. اما باز تو همین تریدینگ رنج هم ساختار نزولی حفظ شده به این ترتیب که موجهای حرکتی و اصلاحیش رو مشخص میکنم. اینجا رو ببینید، کندلی که ساختار نزولی رو ادامه داده خودش اصلاح هم انجام داده، یعنی های کندل قبلش رو زده. در این جور مواقع میتونید به دو صورت موجهای حرکتی و اصلاحی رو مشخص کنید. یا به این صورت، یعنی اینجوری فرض بشه که اول ریخته بعد رفته بالا، یا نه به این صورت که فرض بشه اول رفته بالا بعد ریخته و موج حرکتی نزولی رو ساخته. در این جور مواقع اگه تایم فریم رو کمی کوچکتر کنیم هم میتونه کمک کننده باشه. این که کدوم حالت رو در نظر بگیریم تو تصمیم گیریمون فرق ایجاد میکنه، چون اگه حالت اول رو در نظر بگیریم باید منتظر شکست معتبر این سطح باشیم تا بگیم ساختار تغییر کرده و صعودی شده، که این اتفاق افتاده و ساختار رو صعودی شده فرض میکنیم. ولی اگه حالت دوم رو در نظر بگیریم باید منتظر شکست معتبر این سطح باشیم که میبینیم شکست معتبری صورت نگرفته و ساختار همچنان نزولیه.
مثلا اینجا ما حالت اول رو فرض میکنیم و ساختار رو صعودی شده فرض میکنیم. پس این موج میشه موج حرکت صعودیمون که با رنگ آبی مشخص میکنم. بعد از این اصلاح کوچیک نتونستم موج حرکتی بعدی رو بسازه چون های موج حرکتی قبلش زده نشده. میریم جلوتر و میبینیم که ابتدای موج حرکتی صعودیمون به صورت معتبر شکسته و دوباره ساختارمون نزولی شده. موجهای حرکتی و اصلاحی رو میکشم و میرم جلو. اینجا بعد از اینکه دوباره ساختار صعودی شده، قدرت موج حرکتی صعودی رو با موج اصلاحی بعدش مقایسه کنید. هم از لحاظ مومنتوم هم از لحاظ اندازه حرکت با تعداد کندل ها مشخصه که قدرت موج اصلاحی بیشتر از موج حرکتی صعودیه. پس ضعف ساختار رو نشون میده و میبینید که این ضعف ساختار منجر به تغییر ساختار شده. این ساختار نزولی ادامه داره که موجهای حرکتی و اصلاحیشو میکشم و میرم جلو. به قدرت و ضعف موجها دقت کنید که ساختار رو تایید میکنن. اینجا باز همون مسئله که گفتیم پیش اومده و باز میتونیم به دو صورت موجهای حرکتی و اصلاحی رو فرض کنیم. یا میتونیم به این حالت در نظر بگیریم که اول موج اصلاحی ایجاد شده و بالا رفته و بعدش موج حرکتی نزولی ایجاد شده. یا به این حالت که اول پایین رفته و بعدش موج اصلاحی شروع شده. تو این مورد خاص هر کدوم از حالت‌ها رو در نظر بگیریم تغییر ساختار نزولی رو بهمون نشون نمیده. هم میگه که ساختار نزولیمون ادامه داره. مثلا اینجا حالت دوم رو فرض میکنیم و میریم جلو. در اینجا ضعف موج حرکتی نزولی رو میبینیم که همراه شده با پینباری که فشار خرید رو نشون میده. همین ضعف باعث شده تغییر ساختار رخ بده و ساختار صعودی بشه. اینجا باز همون مسئله که گفتیم برای موج صعودی شکل گرفته که به دو صورت موجهای حرکتی و اصلاحی رو میشه فرض کرد. یا اول اصلاح کرده بعد موج حرکتی بعدی رو تشکیل داده یا اول رفته بالا و بعد اصلاح شروع شده. اگه حالت اول رو در نظر بگیریم ضعف ساختار صعودی رو میبینیم چون اندازه موج حرکتی کوچیکتر شده و این مسئله با کندلی همراه شده که شدای بالا داره و بدنه نزولی خوبی هم داره. یعنی میشه گفت پینباری که فشار فروش رو نشون میده ایجاد شده. اگه حالت دوم رو در نظر بگیریم هم تغییر ساختار نزولی رو میبینیم. اینجا حالت دوم رو فرض میگیریم. موجهای حرکتی و اصلاحی رو میکشم و میرم جلو. اینجا به دلیل ضعف موج حرکتی نزولی و ضعیف شدن ساختار نزولی و قدرتگیری رفته خریداران برای تغییر ساختار تریدینگ رنج شکل گرفته. به صورت کلی مومنتوم کل ساختار رو ببینید که اون حالت یو شکل رو میشه دید که ضعف را نشون میده و در نهایت تغییر ساختاری که رخ میده و ساختار صعودی میشه. موجهای حرکتی و اصلاحی رو تا آخر ادامه میدم. با توجه به قدرت موج اصلاحی آخر انتظار میره که اینجا تریدینگ رنج شکل بگیره. اگه ساختار طلا در تایم فریم 1 ساعته بخواد نزولی بشه باید ابتدای این موج حرکتی یعنی موج حرکتی آخر رو به صورت معتبر بشکنه. یه مثال هم برای نشون دادن قدرت پینبار به صورت فرکتال ببینیم. در همون چارت طلا تایم فریم 1 ساعته این پینبار سبز رو در نظر بگیرید که فشار خرید یعنی قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان رو نشون میده. OHLC پینبار و زمان اون رو دقت کنید. چون میخوام فرکتالش رو بررسی کنم با مستطیل مشخصش میکنم که تو تایم فریم پایین ترش راحت تر پیداش کنم. مثلا بریم تایم فریم 5 دقیقه‌ایش رو ببینیم. کندل بازگشایی ساعت 16:30 رو پیدا میکنم. اگه قیمت اوپنش رو بخونیم میبینیم که دقیقاً همون کندلیه که باعث تشکیل پینبار 1 ساعته شده. پس از این کندل بررسی رو شروع میکنیم تا این کندل زرد مربوط به ساعت 17:25 که قیمت کلوزش برابر کلوز پینبار 1 ساعته بود. توی این محدوده میشه گفت که دو موج تشکیل شده. موج نزولی اول که روند نزولی هم داره و موج صعودی بعدش که خیلی پرقدرته. قدرت موجها رو اگه با هم مقایسه کنیم میبینیم که مومنتوم موج صعودی بهتره. اندازه حرکتش هم بیشتره. اندازه موج نزولی 35 پیپه در حالی که اندازه موج صعودی 49 پیپه. حتی اگه تعداد کندل هایی که اندازه موجها رو تشکیل دادن هم بررسی کنیم میبینیم که موج نزولی با 8 کندل تشکیل شده در حالی که موج صعودی با 4 کندل مقدار بیشتری رو هم طی کرده که نشون میده قدرت خریدارا و فشار خرید بیشتره. از فاکتورهای دیگه هم اگه بخوایم بگیم میتونیم به تشکیل کندل های صعودی با بدنه خوب و پشت سر هم اشاره کنیم.
همینطور روند کندلی صعودی که در موج صعودی می‌بینیم، در صورتی که در موج نزولی نمی‌بینیم. پس به صورت فرکتال دیدیم که پینبار صعودی که در تایم فریم 1 ساعته بود، در تایم فریم 5 دقیقه‌ای فشار خرید و قدرت خریداران رو نشون میداد. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید و ممنون از اینکه با لایک و سابسکرایب کانال حمایتمون میکنید. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کنید و براتون مفید واقع بشه. تا یک شنبه بعدی و قسمت آموزشی بعدی، خدا نگهدار.